اما مسئله دوم صیام مستحبه. مسئله دوم در بیان روزه های مستحب. بدونید برادران و خواهران گرامی که از حکمت الله و رحمت او بر بندگانش این است که روزه های نفل را نیز روزه بدارد، بر خودش مشروع بگرداند تا اجر و پاداشی زیاد و ثوابی خیلی بزرگی را به دست بیارد و کمبودی های روزه های ماه فرضی را جبران بگرداند. چون که در حدیث آمده است که سنت ها یا که مستحبات در روز قیامت کامل کننده فریضه هاست. پس از روزه هایی که روزه گرفتن مستحب است روزه 6 روز ماه شوال و دلیل آن حدیث ابو ایوب انصاری است رضی الله عنه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال. هر کسی ماه رمضان روزه داشت سپس 6 روز از ماه شوال را روزه گرفت کان کصیام دهری، مثل آن است که تمام عمر تمام سال را روزه داشته است. روایت مسلم تحت رقم 1164. و روز عرفه برای غیر حج، برای غیر حاجیان گرفتنش سنت است. دلیل آن حدیث ابی قتاده رضی الله عنه است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صیام روز عرفه امیدوار هستم که گناهان سال گذشته و سال آینده بخشیده شود و پاک کرده شود. روایت مسلم تحت رقم 1162. اما برای حاجیان روز عرفه مستحب نیست، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن روز روزه نگرفتند و اینکه برای قوت گرفتن به عبادت الله و دعا در آن روز بزرگ در عرفات. سپس روز عاشورا، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم درباره روز عاشورا فرمودند احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله، امیدوارم که روز عاشورا گناهان سال گذشته را پاک کند، پس مستحب است که یک روز پیش و یک روز بعد از روز عاشورا را روزه گرفت. همچنین زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لئن بقیت الی قابلی لاصومن تاسع، اگر بر سال آینده رسم روز نهم را نیز حتما روزه می‌دارم. روایت مسلم تحت رقم 1133. و نیز فرمودند صوموا یوما قبله او یوما بعده خالف الیهود، یک روز پیش و یک روز بعد از روز عاشورا را روزه بگیرید و یهودیان را مخالفت نمایید. اما در این قسمت یک روز بعدی از آن را بعضی از محدثین گفتند که این قسمتش ضعیف است. روایت احمد است و ابن خزیمه. همچنین روزه داشتن روز دوشنبه و پنجشنبه هر هفته. از عایشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر کان نبی صلی الله علیه و سلم، اینکه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم یتحرى الصيام اثنین والخمیس، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه و پنجشنبه را روزه می‌داشتند. روزهای روز دوشنبه و پنجشنبه را روزه می‌داشتند. روایت احمد و ترمذی و البانی این حدیث را صحیح گفتند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، عملهای بندگان در روز دوشنبه و پنجشنبه به الله پیشنهاد کرده می شود. و احب ان یعرض عملی و انا صائم، و دوست می دارم که عملهای من در حال پیشنهاد به الله بگردند که من روزدار باشم. روایت ترمذی تحت رقم 751 و نسائی و ابی داود تحت رقم 2436. همچنین روزه داشتن 3 روز از روزهای ماه، این را ایام البید میگویند، روزهای سفید. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم و عبدالله ابن عمرو گفتند که صم من الشهر 3 ایام، فرمودند به او گفتند که در هر ماه 3 روز آن را روزه بدار فإن حسنة بعشر امثالها، زیرا هر نیکی 10 برابر است. و ذلك مثل صيام الدهر، و این روزه هر ماه را 3 روز روزه داشتن مثل روزه تمام عمر است. روایت بخاری تحت رقم 1976. و از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که فرمودند اوصانی خلیلی، دوست من یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا به 3 چیز وصیت کرد. روزه 3 روز از هر ماه رو روزه داشتن، 2 رکعت نماز ضحی
بعد دمیدن آفتاب و ویتر رو پیش از خواب بخونم. روایت بخاری تحت رقم 1981. مستحب است که این 3 روز از روزهای ایام بید که گفتیم 13 و 14 و 15 هر ماه را به ماه‌های هجری روزه داشت. از ابوذر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: من کان منکم صائما من الشهر فلیصم 3 بید. هر کسی که از شما میخواهد روزه ماه را بگیرد پس روزهای سفید ایام بید را روزه بدارد. روایت احمد و نسائی. و همچنین یک روز روزه داشتن و یک روز افطار کردن. روزه داوود علیه السلام. این گونه روزه هم روزه های نیکو و مستحب است که انسان توان آن را داشته باشد باید بگیرد. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در مورد این روزه فرمودند: افضل الصیام صیام داوود. بهترین روزه روزه داوود علیه السلام است. کان یصوم یوما و یفطر یوما. اینکه داوود علیه السلام یک روز را روزه می داشتند و یک روز را می خوردند. روایت بخاری تحت رقم 1976. و همچنین روزه داشتن ماه‌های محرم. و دلیل آن حدیث ابی هریره رضی الله عنه است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: افضل الصیام بعد رمضان شهر الله محرم. افضل ترین روزه بعد ماه رمضان این ماه محرم است. و افضل الصلاه بعد الفریضه صلاه اللیل. و افضل ترین نمازها بعد نماز فرضی این نماز شب است. برای همین دائما تاکید میکنیم که نماز شب را حداقل 2 رکعت هم باشد این را بگذارید. در آخر شب بهتر است و با واسطه این نماز با پروردگار نزدیک بگردید، با او مناجات نمایید. بهترین روزه بعد از رمضان روزه ماه الله ماه محرم است و بهترین نماز بعد از فریضه ها نماز شب است. روایت مسلم است تحت رقم 1163. و همچنین روزه داشتن 9 روز اول ذوالحجه، یعنی از روز اول تا روز 9 عرفه از ماه‌های ذوالحجه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما من ایام عمل صالح فیهن احب الی الله من هذه 10. هیچ روزهای نیست که عملهای صالح در آنها نزد الله از این 10 روز دوست داشته تر باشد. روایت بخاری تحت رقم 969. پس روزه گرفتن از عملهای صالح و نیکویی است که انسان با واسطه این با پروردگار خویش نزدیک می‌گردد. چه عمل نیکویی است. از پروردگار توفیق می‌طلبیم تا که بر ما توفیق بدهد و هدایت نماید تا این روزهای مبارک روزهای نیکو را روزه بداریم. بارک الله فیکم. سپس